باز خدا رحمت کند عمر، سخنم کمتر بیرون از موضوع می شود. دورای حضرت عمر بود. حضرت میگد وقتی که پهلو گشتن نگاه کردن که یک مرد در جماعت نیست، میگه گفت فلانی کجاست؟ گفتن فلانی بیمار است. حضرت عمر وقتی میشنید که فلانی بیمار است میرفت تفتیش میکرد در اصل بیمار است یا نه. میگد وقتی که شنید بیمار است خیز میگه خانهش رفت، خانه همون مرد رفت، میگه درش تق تق کرد، گفت فلانی؟ میگه از داخل آواز داد لبی و میگه آمد در کشاد. وقتی عمر دید لرزه در وجودش پیدا شد. میگه ناگفته عمر گفت من سبب نیامدن جماعتون بیمار هستم. حضرت عمر گفت تو بیمار هستی؟ گفت بله بیمار هستم. گفت لعنت خدا بر تو. عمر